در کای آیلند هستیم. از پی آیلند اومدیم اینجا. با اسپید بوت حدود 45 دقیقه راه بود. اینجا همه چی خیلی آرومه، دریا موجش خیلی کمه، مردم رفتن شنا میکنن اینجا. اینجا هم بار و ایناست. و اینا هم جایی هست که دارن استراحت میکنن و آفتاب میگیرن که آفتابی در کار نیست خوشبختانه و بسیار بسیار ایدئال برای عکاسی و فیلم برداریه. یه بارونی هم حدوداً هر 3-4 دقیقه یک بار میاد و یه 30 ثانیه 20 ثانیه میباره و میره. الان هم داره بارون میاد. این جزیره خیلی کوچولوه، خیلی خیلی کوچولوه، به حدی که الان اینجا ببینید اینجا دریاست و 2 قدم اونورتر دوباره دریاست و عرض جزیره اینجا همین انقدره. پیاده 30 ثانیه راهه. ببینید از اینجا تا اینجا.